مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم توی. زی تو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صد درد تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. سلام و درود، السلام علیکم بیننده ها مخلصان عزیز شبکه شهنان. امروز جمعه تبریکات شهنان در طربخانه فروخ جان مهمان هستیم برای تبریک کردن معلمه عزیز محبت خاله از نام فرزندانشون، از نام زلفی زرایتی، نیلوفر رایتی، دلشاد اکا، مفتون رایتی و البته کلین پاشا زین رایتی از نام داماد و نبیره ها تبریک میگویم. این لحظه های خرسندی و البته جشن 40 سالگی عقد نکاح نعمت اکا و محبت خاله را همراه شما با هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. سلام ای دل، سلام ای نور دیده، سلام بر مردم فرهنگیده. السلام علیکم پدران مادران عزیز، مهمانان طربخانه زیبای شهر سمرقند ما. همه شمایان را به جشن 40 سالگی عقد نکاح نعمت امک معلمه رستم و محبت خاله و به جشن زادروزی معلمه خوش آمدیدتان میگیم. یک تا برایشان خرسنگ بزنیم تکلیف میکنیم. مرحبا، بیایید نزدیکتر. نعمت امک مرحبا، شما را تکلیف میکنیم به مشابه. مرحبا، نزدیکتر بسید. السلام علیکم. نعمت امک توی مبارک باشد. امروز 40 سالگی توی بوده است. خدا کند که 50 و 100 سالگی علمقل عقد نکاح جشن گرفته. تا آن همراهی معلمه رستم و حاجیانه و حاجی بابا شده در سر فرزندان سایبان شده گشتنتان نصیب کند. امروز معلمه چه فکر میکنه و نامی که آمدگی باشه ایمان تبریک با نمیدونم در ای دختر و پسرم خیلی نه انامی هم نبودی. همه مادران میگویند که از نام فرزندان نه. امروز ما از نام نعمت امک شما تبریک می‌آوریم. نعمت امک میگویند که من 40 سال قریب 40 سال شده است عقد نکاح بعد تا اشتگام و خدا با شکر، خدا با شکر که برای من 3 تا کلیدی در جنت را تحفه ساخت و صاحب یک پهلوان پسر شده. خدا را شکر میکنیم که عائله ما خوشبخت است. پس این بلندی های زندگی و همراه من همدم من شده ایستادگیش با خدا با شکر میکنم. از نام نعمت امک، از نام فرزندان عزیز، از نام دختران زلفی زرایتی، نیلوفر رایتی، مفتون رایتی، از نام دلشاد اکا، از نام کلین پاشا زین رایتی، داماد و نبیره ها شما را تبریک میگویم. صادروزتان مبارک. نعمت امک امروز معلمه چند بدر آمدن؟ 62. نه از دخترم به حاضر کده گفتن یا راستش می 17 و 18 بدر آمدن انیقشون رو نمیدونیم گفتن. شما پیر کردید خاله با اقلا 25 گیر 16 بله دلسان یاز شد. بگذارم خیلی جوانه خوشی خورسندیش مایان را ترک نسازد. معلمه زادروز مبارک باشد. معلمه رستم و طول چند سالها برای نسل نورس، برای کودکان سمرقند عظیم تعلیم و تربیه درس دادند. آنها را با خط و سواد کرده با وای رساندند. معلم آموزگار این کسب پرشرفترین است. همراهی کودکان کار میکنند، همراهی طلبه ها خودشان طلبه شده، کودک شده، جوان شده میگردند. فرزندان میگویند که بیجان به مادر مهربان به هزار رحمت. ما حال مکتب نرفته برای ما خط و سواد آموزاندند. اولین استاد ما، اولین آموزگار من مادرم هستند. همیشه صحت سلامت باشند، دوست می‌داریمشان. در زیر قدم‌هایشان جنت می‌خوابد. بهشت در زیر قدم مادران است. همراهی پدرم دم پیری و دولتی پیری را بینم. برای مادر عزیزم رسانید که میرسد فورا به گوشم الله‌های مادرم.
میرسد فورا به گوشم اللهای مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روزه و رضوان جانم در نگاه گرم اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهبال محبت های او گشتم کلام، گیر مو بر دیدم آله خاک پای مادرم. بس کشد باری گرانی زحمتم را صبح و شام، ایستا گویم چی کردم من برای مادرم. یک شبه رنجی که مادر جان ما کشیدن به هزار گنجینه دنیا برکشیدن برابر نمی شود. شما گفتم بر شبهای دراز در سر گوهرای ما نشسته اللههای ناز میخوندن. خدا نکرده اگر بیمار شویم کسل شویم اگر همان شب خواب نمی کردن، ویجت نکرده تا صبحی سحر در سر ما فرزندان همیشه سایبان هستند، دعاگوی ما هستند. تا دنیا باشد درد و غم راشان را هیچ وقت نبینیم، خسته نباشد کسل نشوند سایبان ما. دوست می‌داریم شدن، بسیار دوست می‌داریم. می‌خواستیم کمی باشد با کودکیام سفر کنم. حاضر دخترها که صحبت کردیم با کودکیام سفر کنم. همین زادروزی مادرم پیش از سال نو جشن می‌گرفتیم. آن وقتها ما خوردکک برفا می‌بارید مانند قدیما. در سر خان پدرم می‌نشستند، مادرم با 4 فرزندان در اطرافشان فرمانده بوده. یاد کردم آن دورهای بی‌غمی زندگی را. و البته شکر می‌گویم که من امروز پدر و مادر ما در سر ما صحت سلامت هستند. معلمه رستم آقا من 40 سالگی عقد نکاح نمادمک چند بار گل دسته توفه کردم. عمل توفه کرد. فقط 8 مرتبه می 8 مرتبه روزی تولد بیم. درون بوکت گل دسته با پول بود می، گل بود می، تلا بود می، چی بود؟ گل ده. گل بود می؟ امروز هم در جشن زادروزتان هم در جشن 40 سالگی عقد نکاح از نام خود نعمت‌آمد اگر مهمانان قرصک زنن اگر خودشان میسپارند مهمانان قرصک رو بخواتر میزنیم و هم از خودشان میگیم میسپارند. مبارک باشد نعمت‌آمد. سپاریم برای معلمه عزیز. زادروز مبارک. و البته انگشترین طلا عضوهای طلا برای مادر عزیز و از نام نعمت‌آمد مبارک باشد. زادروز مبارک. مبارک باشد. زادروز مبارک. میلاد عمر را مبارک باد بگویید. تبریک براتون ممکن است. امروز زادروز است. مبارک باشد. فرزندان میگویند که پدرم مادرم ما رو با مهنتی حلالشان بالا رساندند. ما نمیدونیم چه خیلی فرزند، لیکن در دنیا از همه بهترین پدر، از همه مهربانترین مادر ما داریم و برای این با چنین نیت‌ها در آینده خدا کند که حاجیان و حاجی بابا شوند گفتند در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است پیشکشی هر دویشان میکنیم که تاج سر کنند کتاب قرآن را در آینده به حج عاشقان نصیب کند گفتند. مرحبا پیشکش میکنیم. زادروز مبارک باشد.
نیامدم. حاضر فرزندان گفتند که برای پدر مادرم عکس ها پورترت ها زیاد است و ما خواستیم که رمز محبت آنها را اظهار کنیم لیکن رسم دیاسان نباشد. یک عکس تیار کردیم. از خودشان پرسید. برای مادرم معلمه از اثرها خبرشان هست. رسم چی باشد؟ لیلی و مجنون باشد می، فرهاد و شیرین باشد می، طاهر زهره باشد می. چی باشد؟ فرهاد شیرین بوده گیسه؟ حتی خرسن بزنیم پرترت ها بکشویم پششان با مرحبا. انا فرهاد شیرینی این شبای ما مبارک باشد. و البته برای رستم و معلمه محبت خاله برایشان انگشترین طلا اعظم دختران پسر کلید پاشا دامادها پیشکش میکنیم. زادرس مبارک باشد. مرحبا. مبارک باشد. از بسیاری انسان ها از وقت کس میپرسیم که دوره های قدیم و تارتبوری بود می نمی معلمه؟ نه خاندوانه 40 سال شده از قریب تارتبوری نبوده. امروز فرزندان گفتند که ما تا حد امکان آرزوهای پدر مادر را عملی میگردانیم. حاضر باشد هر دویتون را علمین به نزد تخت شاهنشاهانه نزدیکتر میخواستیم، نزدیکتر ایستان. فقط دویتان شیرینی را آن آرزوها را امروز عملی میگردانیم. ارمان نباشد در قلب پدر مادر. همانجا میستاد، همانجا میستاد. گذاریتون پیششون با مرحبا. انجام شیرینی را ببرید. Сегодня кайф и танцы без ограничения. هر جا شیرینی رو میکنیم از آن تناول میکنیم. مرحبا. دارید مرحبا. دارید یک جا. دو کسا دارید تو فقط. زادرس مبارک. Просто быть возле тебя. Ничего не надо больше. Просто быть возле тебя. С днем рождения. Льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения. Я тебя пою на сцене. Ты скажи мне только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин. Я стиха. Арсак зарем кани, арсак ва вазеш левку. Мубарак бошад. Счастье, радости, здоровья. Задрез мубарак. Чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать. Чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты сказал мне только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты сказал, زلفی زنویتی нет сомнения. دل فرایتی مفتونایتی دل شده که زیر رایتی اما ما نزدیکتر میسیم از دست پدر مادر شیرینی را تناول میکنیم. مرحبا.
друзья. Чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. Днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей дней. Днем рождения, любви, доброго окружения, чумового настроения и самых преданных друзей. Телеграммы летят в окно, порой не всегда везло. Не печалься и не жаль. مبارک باشد زادروز مبارک نمانما تبریک کردن می اکنون پیش میمونا با شعر است که تبریک بکنید می مرحبا Assalomu alaykum mehmonoy aziz. Mana imroz yangidan zodroza shom budasiz. 1 yil solagi to'ya shom budasiz. Muborak shavad. Iloy akin ki ko'sha pesh shavad. Saraki bachcha ko'shon assan gardan. Hamma ko'shon sog' salomat gardan. Salomat boshid olmakajon. Saraki yangidan assan gardan. Iloy همه وقت خوش و خورسندی بخت سعادت شمونگه یون شود خوش آمدیتون نوری دیده تاج سر مرحبا زلفی زرایتی مرحبا جان امروز روزی تولدتون بود است من مبارکباد میگم اما اکثری هم صاف سلامت کرد Assalomu alaykum hammaga. Xush omadinglar. Imroz zodroziga. Yubileylardagi biye. Hamma vaqt haqiqatli maslahat korku omdagi shombayam. Sarbash omdagi shombay hamma rahmat munbayam kuch-quvvat duodan duogo'y shagashdagi shombayam rahmat dedim. Ayin azim badan sarakonda sog' salomat gardan iloyim. Kelim poşu merhaba Sarpa dar iloyim. Saraki mama sog' salomat gardan. دلشودکا و فتنویتی مرحبا Assalomu alaykum hammaga. Xush omadinglar. Nuri dida toji sar. Dada meyim chisola goto muborak shad. Bejolim Salvatore. Xudogo'y. Huzurga monna binedim. Assalomu alaykum hammatomba imroz modarama tavlidli ro'za shom chi niyatga qo'shan yatishim barasam yo'llarda ko'chib ketishaman hududidagi umra bilan hajga boraman hajga kalomga boraman iloyim sog' salomat gardan saroy momba mo'l xizmatoshini hamma vaqtda gardan hammatomba rahmat رحمت تشکر و امروز صاحب رستوران ما صاحب طرفخانه فروخ جان سیف الله بابا جشن زادروز دارند سیف الله بابا زادروز مبارک روز تولد را مبارکباد میگیم بدون اصلا بشمایم خدا کرد که 120 سالش را همراه هم آتان یک جای حاجی بابا و حاجی ناشتا به زیارت کعبت الله نصیب کند شما را امروز از نام گلینتان از نام نیلوفرایی شما را تبریک بگویم همیشه صحت سلامت باشید بگویند چو سعدی پیر گردی کم نبینی چو حافظ شاد باشی غم نبینی چو سینه و در دل و در دیده باشی چو جامع عاقل و فرخنده باشی میلاد عمرتان مبارک باشد بگذار در این طرفخانه همیشه روزهای شادیانه و خرسندی باشد و با اهل هنر آمده در خدمت شما باشیم یک تک شرکت تبریک بکنیم مرحبا
من میخوام که همتون باشیم و سلامتی طلبم. همتون کس برای موم برای چی میگه باور ماشه تو هنوز برای شما نصیب کنید. رحمت. رهبر سلامت باشند. اکنون معلمه با راهبری شما تمام زنهای امشبه که برای تبریکتان آمدند آنها را به رقص تکلیف میکنیم، برقصیم، شادیانه میکنیم. این لحظه های خرسندی را به تاریخ مهر میسازیم. زادروز مبارک، عقد نکاح مبارک. خدا کند حاجیانه شده، حاجی بابا شده آمدگاتان به ما رفته شما را پیشواز گرفتن نصیب کند ببینیم. مرحمت صورتهای شکر برای شما زادروز مبارک باشد. شب من تاریکه با من باشی عشقا دنیا موسیقه به یاد تو هاشا آسومی ندیسم جای تو قلبم تاریک عزیزم جگر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من آسومی ندیسم جای تو قلبم پایین عزیزم جگر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من خدا از تو شکایت کردم دست چلو دو دفترم بر شب تو را میخوندم تو من داده گفتی که بهات میموندم جگر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من
بستنی بویت کشته گویت سری زیبایت باشیقی بویت بستنی بویت کشته گویت سری زیبایت
آمده السلام خوش آمده نغز میکرد سلامته کی باز نآمده ای بچه خوش آمده لکه چشما دختر ازدگاه بیا گله آخ شیرین زبان انا بلند مدواته تاجیک جگه پرواته یا کجا کجا ده باشه نقد پرواته اینک بیننده های عزیز امروزه جشن زادروزی معلم رستمова محبت خاله را در یک درجه اعلا همراه شما عزیزان به هم دیدیم. با ما باشید. با شبکه شهنان آمد سال نو میلادی را با یکایک شما مبارک باشد میگویم. خود را احتیاط کنید.